کشور. بیننده عزیز و ارجمند، سلامای گرم خود در خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. امیدوار هستم که شما صحت و سلامت باشین. امروز شنبه 19 عمل سال 1391 هجری شمسی مطابق 7 اپریل سال 2012 میلادی است. البته سر ساعت 11 نیست. متاسفانه یک کم برنامه ناوقت شروع شده و امید است که در این مسئله یک تجدید نظر صورت بگیره. شما در برنامه زوره با من زوره یوسف داوود هستین که از شبکه جهانی آریانا افغانستان خدمت شما عزیزان تقدیم می گردد. امید در هر نقطه دنیا که هستین صحت و سلامت باشین. دوستان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه به مجموعه پروگرام امروز بپردازم، از دوستانی که به برنامه ما کمک کردن، از محترمه مهناز جان یعقوبی که از جمله بیننده های دائمی از این برنامه هستند، ازشان یک جهان ممنون هستم. از محترمه اسینه جان شیرجان هم بسیار تشکر و از محترمه بلقیس جان زرابی که به برنامه تلویزیونی ما کمک کردن، ازشان یک دنیا ممنون هستم. همچنان کتاب جناب محترم آقای دلسوز بر ما رسیده که این کتاب به نام افغانستان The Fine Art of Politics، یعنی افغانستان هنر ظریف سیاست، و در این کتاب بسیار کارتون های فوق العاده جالب است که ماندار مورد علاقه ما قرار خواهد گرفت و ایرا یک هنر ظریف یا یک طنز ساتیر میگن به حساب انگلیسی، و این کتاب به دست ما رسیده که از آقای دلسوز یک جهان ممنون هستم. و همچنان آقای دلسوز گفتن وقتی کتابشان به فروش برسه یقینا ایرا پولش برای مردم افغانستان و به مؤسسات خیریه خواهد فرستادن. همچنان از جناب محترم آقای عارف فرمان که کتاب افغانی را ازشان تقاضا کرده بودم، کتاب خود برای ما روان کردن، سرگذشت یک افغان در حالت مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران است که این کتاب میتونه که اساس یک داستان و یک فیلم قرار بگیره. چنانچه یکی از دوستا امروز ما به تماس شدن که میخواین یک فیلم بالای مهاجرین افغان در ایران بسازن. شاید ما بتونیم از کتاب آقای عارف فرمان در این فیلم استفاده شه و اگر اینا این کار کردن حتما امروزشان به تماس خواهد شدن و بازم ازشان یک جهان ممنون هستم. همچنان دوستان عزیز فراموش نکنیم که به تاریخ 5 ماه می به روز شنبه 5 می انجمن زنان در جنوب کالیفرنیا، انجمن خانم‌ها در جنوب کالیفرنیا روز مادر تجلیل کردند و در این محفل دیجی رقص می باشه، موسیقی است، نان است. قیمت تیکت ها $40 و شما میتونین که از تیکت ها را از طریق ایمیل من برای ما به تماس شون یا امروز محترمه خانم کوکی انور که در آخر برنامه شماره تلفنشان خواهد گفتم، امروز اونا به تماس شوین. جای ما بسیار محدود است، کوشش کنین که وقتر تماس بگیرین که باز نشه که برای یک عده جای نباشه و متاثر شون. و همچنان از جناب محترم دکتر سیب غنی مجددی یک جهان ممنون که مرا دعوت کردن هفته آینده به برنامه AAMO یعنی Afghan Muslim Association به شمال کالیفرنیا که متاسفانه من رفتن نمیتونم. به 2 روز کنفرانس است برای تاریخ 14 و 15 اپریل در شمال کالیفرنیا، و همچنان امی انجمن به سن دیگو هم پروگرامی دارند در مورد اسلام و غرب و چطور ما زندگی خود من حیث مسلمان ها در جامعه غربی پیش ببریم، و سخنرانی های از طرف علما خواهد بود و یقینا مسجد توحید هم در سن دیگو در این مسئله شامل است. خب دوستان عزیز، بحث سیاسی افتامی بود که یک خبر که مرا بسیار زیاد متاثر ساخت که با گویا در جشن 13 بدر
در پارک صفا افغانها را در اصفهان نگذاشتن که برن. این شدیداً قابل تقبیح است. واقعا از یک ملتی که از جمشید بزرگ و نمیفهم از کورش بزرگ و از فرهنگ بسیار والای خود یاد میکنه، چطور امکان داره که در مقابل مردم ام نژاد، ام زبان و ام نوع خود از یک تبعیض نژادی کار میگیرن و امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی ایران متوجه از این مسئله شود. و همچنان در واشنگتن پست یک مقاله بسیار جالب بود که گویا در مظاهراتی که به خاطر سوختاندن قرآن کریم صورت گرفته بود، دست جاسوسای ایران فوق‌العاده بالا بود. بنابراین به این نتیجه رسیدن مردم امریکایی ها در افغانستان که گویا پول تجهیزات و بمای کنار جاده از طرف ایران پرداخته میشه. آدمش از پاکستان میآید که ماندار به جنت رفتن بسیار زیاد فراوان است، کسایی که میخواین به جنت برن و منفعتش کی میبره؟ هند، چین، روسیه و در این زمان ایالات متحده آمریکا و ناتو هم منتها با یک تفاوت که واقعا پسران جوان امریکایی و اروپایی در افغانستان هم کشته میشن و هم پولهایشان سرازیر میشه. بنابراین جنگ یک نوع بزنس در افغانستان است، نه مسئله ملی گرایی است، نه مسئله دفاع از اسلام است، فقط یک بزنس است که امیدوار هستیم این بزنس هرچی زودتر به اصطلاح به پایان برسه، برای که چوب سوختش مردم افغانستان است. به هر حال دوستان عزیز و ارجمند، من شما را زیادتر انتظار نمیمانم. در هفته گذشته گفتم که من یک مهمان بسیار عزیز را در برنامه دارم و یک صحبت بسیار خودمانی امرایشان دارم و البته اینا یک نویسنده بسیار عزیزی هستند که من خودم شخصا میشناسمشان، مصاحبه امرایشان دارم. اما منتها قبل از اینکه به مصاحبه بپردازیم یک مسئله را میخوایم بر شما بسیار به وضاحت بگویم بیننده عزیز که روی به این مصاحبه کدام عقده شخصی مطرح بحث نیست و البته ما باید از حقایق تاریخی افغانستان بگوییم، به خاطر که وقتی که سالیان از مهاجرت تیر میشه و کشور ما را میبینیم که در یک فقر، بدبختی، جنگ و بیسوادی میسوزه و از خود سوال میکنیم که آیا تمام مسائلی که در افغانستان به وقوع پیوسته یک موضوع تصادفی بوده یا ای که از یک جای آغاز شده؟ آیا مردم افغانستان ظرفیت ازیر ندارند که به پا استاد شوند؟ آیا کشوری که مسیر تاریخ در جهان تغییر داده چطور امروز مردمش در یک بیچارگی و جنگ و فقر به سر میبره که حتی کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا و جهان به اصطلاح انگشت به دهن گرفتن و ایران ماندن که چطور مشکل از این مملکت حل کنن و افغانستان یک معضل جهانی شده. بنابراین افغانستان همه کارایش به شکل تصادفی صورت نگرفته. در این جای شک نیست که ما در زمان سلطنت اعلیحضرت ظاهرشاه پادشاه فقید افغانستان برای 45 سال به بسیار آرامی زندگی کردیم، اما یک آرامش قبل از طوفان بوده و گویا چنان روشن فکرای افغان به زندان رفتن و به شهادت رسیدن که گویا 45 سال سلطنت از اونها یک دوران بسیار آرامی را به وجود آورد و چنان خانواده های افغان از یک دیگر وحشت داشتند که خانواده های ما بر ما میگفتند که دیوارهای ما موش داره، موشهای ما گوش داره و بهتر است یکی با دیگر صحبت نکنین نشه که به زندان رفتن. روی از این منظور از خود ما افغان ها باید سوال کنیم که چی شد که به یک بارگی وطن ما به این بدبختی سر دچار شده. روی این مسئله ما با جناب محترم خالد صدیق نویسنده کتاب از خاطرات من به استودیو دارم که صحبت خودم راشان ماندار آغاز میکنم و زیادتر منتظر نمیمانند که ببینیم که جوابهای از اونا چی است. آقای صدیق بسیار خوشحال هستم شما را در استودیو دارم. تشکر زوریا جان، سعادت از ماست که به ما فرصت دادین که چند دقیقه با هم صحبت کنیم، همچنان با بیننده های عزیز تماس بگیریم و سر کتاب تازه که من به نام برگ چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان نوشتم روشنی بندازم. بسیار تشکر آقای صدیق. کتاب اول شما را که ما خواندیم از خاطراتم یک کتاب فوق‌العاده جالب بود. یک کتابی بود که بسیار یک داستان غم انگیز زندگی شخصی خود شما گفته بودن که از آوان جوانی چطور به زندان رفتن، نه تنها شما بلکه یک قسمت زیاد خانواده شما و بسیار جوانای خانواده به شهادت رسیدن. البته بعد از که من کتاب شما را مطالعه کردم و با بعضی از دوستا صحبت کردیم و شما را به مصاحبه داشتم، یکی مردم گفتن که یکی گفتن نمیتونم، بعضی اشخاص گفتن که آقای خالد صدیق یک سلسله حقایق نگفتن و پنهان کردن و گویا اجدادشان که چرخی ها بوده باشن اینا در یک دسیسه با شوروی های وقت
میخواستن که سلطنت از بین ببرن. بناهن اینا با ترتیبی که شما تصور میکنن صادق نبودن، بلکه خائن به مملکت بودن. و وقتی که من صحبت با شما کردم، شما بر من گفتن که زهره جان منتظر کتاب دوم باش. بله. و کتاب دوم به دست ما رسید. بله. برگ چند از نهفته های تاریخ در افغانستان. میخوایم از شما بپرسم که چرخی ها کی بودند؟ خدمت شما عرض کنم که چرخی ها در کتاب خدمت تفصیل دادیم. خانواده خود بله. از با پدر کلانم شروع کردیم تا پدرهایمو و خانواده بیوگرافیاشون نوشتیم که اگه به کتاب مراجعه شد شما خواندین، در اونجا تفصیل بود، مفصل معرفی شدن اینا. فقط موضوعی از این که سوالی که پیش می شد که چرخی ها با یک دسیسه با کمک روسا یا بالازتم الله خان زیر تاثیر مملکت روسیه رفته بوده. این من به شما وعده داده بودم که من در کتاب خود روشنی میندازم، مفصل در این کتاب تمام نکاتی که مربوط به این قضیه باشه از زبانهای مختلف ضد و نقیض هر چی که بوده من صادقانه در این کتاب نوشتیم و قضاوت برای مردم خود ماندیم. بله. خودم قضاوت نکردیم. یقینا. شما که بخوانین هر کدام نوشتهایشان مستند ما درج کردیم در این کتاب، از اینجا فهمیده میتونین که آیا واقعا این دسیسه حقیقت داشته و یا همش افواهی بوده که بعد از این ساخته شد. بله بله. حالا میایم سر کتاب برگ چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان. عرض کنم خدمت شما که محور این کتاب عبارت است از یک سوء تفاهم یا اختلاف نظر سیاسی بین یک فرقه مشروطه خواه و جوانان معسلین صنف‌های عالی مکاتب امانیه و امانی بله. که پسان به نام نجات و استقلال یاد میشه و علل عموم معسلینی که در خارج افغانستان فرستاده شده بودن، بین آنها و روشنفکرا و اینا یک فرقه مشروطه خواه بودن. بله. و بین از اونا و حکومت مطلق العنان دیکتاتوری زمان نادرشاه است. بله بله. اصل داستان از اینجا شروع میشه که اختلاف نظر پیدا شد. آها. اختلاف نظر سر چی پیدا شد؟ بله. سر بعض موضوعاتی که کتمان شد در جریان نجات افغانستان. مثلا بالازتم الله خان قبل از اینکه قندهار را ترک کنه 3 نامه نوشته کرد، یکی به نام کاکای غلام نبی خان چرخی، یکی به نام شجاع خان، یکی به نام نادرشاه. بر کاکای نوشته کرد که شما بیاین به مزار. بله. و بر شجاع خان نوشته کرد که شما به هرات بیاین. بر نادرشاه نوشته کرد که خودت به قندهار پیش ما بیا. کاکای مشردوله خان از یه امر اطاعت کردن، هر کدامشون یکی به مزار یکی به هرات آمدن. نادرشاه مگر قبول نکرد، ایره پیش خود قبول نکرد. وقتی که به هند برطانوی رسید مکتوب بالازتم الله خان به کمیشنر عالی هند برطانیه نشان داد و عدم اطاعت خود از این مکتوب از عدم اطاعت خود از امان الله خان که من اون کار نمیکنم، یعنی هر چی که مشوره شما باشه میکنم. مشوره کمیشنر هند. از اینجا شروع میشه. این راز پنهان بود، معلوم نبود بر دیگران تا که به افغانستان میه و میه عوضی که به قندهار بیه به سمت جنوبی میه. بالازتم الله خان یک نامه نوشته میکنه که هر دوی ما در یک راه روان هستیم، درست است. یعنی تقریبا اغفال کننده است. وقتی که به افغانستان میرسه بعد از این تا همه جا زیر عنوان از که ما جنگ میکنیم، پس امو نهضتی که در افغانستان بود پروگرام‌های اصلاحاتی بالازتم الله خان عملی میکنیم. بالازتم الله خان دوباره به سلطنت میاریم. بله. وقتی که رسید بالاخره یک لوی جرگه موقتی چی شد، یک چیزی بود دیگه و خودش انتخاب کرد خود و پادشاه انتخاب کرد. اینجا دوباره اختلاف نظر پیدا شد و اولین عکس العملی که مقابل حرکت نشان داده شد از عبدالهادی خان، در اون وقت سفیر برلین بود، عبدالهادی خان داوی. بله. و کاکای غلام نبی خان چرخی سفیر ترکیه بود. عبدالهادی خان داوی از سفارت برلین استفاده داد بر رسم احتجاج و کاکایم از سفارت ترکیه بر رسم احتجاج استفاده داد و یک نامه نوشته کرد که درست نیست، تعهدات نقض شده.
و بعد از اون باز مکاتبات بود با من. خب اختلاف نظر از اینجا شروع میشه و این به جای میرسه که مکاتبات جای نمیگیره. بالاخره نادرشاه شاه ولی خان برادر خود روان میکنن و شما بعض مکتوبا رو بله و کتاب است. نوشتیم. اکثر مکتوبات و حتی کتاب کمک هایی است. که خواسته شده که اینا از پولای شخصی خود کمک کردن در ایران. آها. کاکایم که به افغانستان میایه باز نتیجه این میشه که 27 روز بعد و شهادت میرسن. خب یعنی پس ما به این نتیجه میرسیم. رضا جان در ضمن که ما و آقای صدیق صحبت میکنیم اما فولدر اول اگر پرتی که عکسای از نایب سالار غلام حیدرخان چرخی و پسرایش است، پس به این نتیجه میرسیم آقای خالد صدیق که شما چرخی تخلص نمیکنین. بله. و به نام پدرتان تخلص میکنین که یعنی اساسا خیانت در کار نبوده، یک اختلاف نظر بوده. بله. و پس قسمی که تحلیل میکنن دیگه مورخین مثل آقای غبار و اینا صحبت کردن که گویا سلطنت از اعلیحضرت امان الله خان دزدیده شد. بله. و خب وقتی که سلطنت گویا دزدیده شد و اعلیحضرت نادرشاه سلطنت گرفتن و یک خودشان خود پادشاه ساختن، در او وقت اینا احساس خطر باز هم از برادرای چرخی میکردند. قصه در اینجاست که بر شما عرض کردم که اینا یک فرقه یا یک خانواده مشروطه خواه بودن همگی که ریاست و قیادت از زیر اعلیحضرت امان الله خان داشت. همه به این عقیده بودن کاکاهای برادرای چرخی و دیگر روشنفکرها که ما اونمو قماندان هستیم که به زیر یک چتر باید کار کنیم و پروگرام های اصلاحاتی و بیبودی که بر افغانستان در نظر داشت اعلیحضرت امان الله خان را پیش ببریم. پادشاهی را هر کس برای خود گردن گیره. یعنی ما همون خدمتگارا هم قماندانایی هستیم که همین پروژه مشروطه خواهی را پیش ببریم. بسیار خوب. خب یعنی در افغانستان اساسا شما اینجا از دو مشروطه صحبت کردین. مشروطیت اول و مشروطیت دوم. مشروطیت اول در چه وقت بود؟ مشروطیت اول خود در وقت امیر ایوب الله خان بود که اونجا خفه شد. این مشروطیت بعضی‌ها کشته شد، بعضی‌ها به زندان رفتن. باز امونایی که به زندان رفتن وقتی که اعلیحضرت امان الله خان به سلطنت رسید، اما زندانی‌ها را خلاص کرد، اونام به پیوست به مشروطیت دوم شد. بله. که قیادت از این واقعا در مو وقتشان که اعلیحضرت امان الله خان پادشاه نبود، به نام عین الدوله بود، شاهزاده، همونجا هم سرکار با همین مشروطه خواها داشت. که اگه در روشنفکرای افغان بودن، تحصیل یافته‌های افغان بودن. پس آن بعدتر اینی معاصرین افغانی شامل شدن، معاصرینی که در خارج مخصوصا رفته بودن و اینا این رژیم سلطنت نادرشاه را نپذیرفتن خلاصه. خب یعنی امی مشروطه خواهای دوم که به اساس یک پروگرام پیش آمده بودن و احساس میکردن که اعلیحضرت امان الله خان یک پادشاهی است که یک تهداب گذشته و یک دورنمای سیاسی بر افغانستان داره. این بناهن از سلطنت به یک نوع خلع شده و یکی از قماندانهای جنگیش که گویا اعلیحضرت نادرخان بوده سلطنت گرفته و این عقب جانب نیست برای که سلطنت گرفته. و در اول امی خانواده که نادرشاه و برادرایش هم شامل امی حلقه مشروطیت بودن. پس آن ایجاد شدن. اما این عدسیات موجود است آقای صدیق که میگن که خوب وقتی که اعلیحضرت امان الله خان ماندار تمایل به شوروی وقت نشان داد و یک نوع خودش خواست که از انگلیس دور کنه و ماندار سفرای نمود، حتی میمان وایسرای هند بود، فرض کنید وایسرای انگلیس در هند بود، در اونجا صحبت از استقلال هندوستان کرد و اینا. ماندار انگلیس ها اعلیحضرت امان الله خان یک خطر برای استعمار خود فکر کردن و امی بود که در صدد از بین بردنش برآمدن. اما انگلیس ها ایره توسط خود حواریون اعلیحضرت امان الله خان انجام دادن که فرض کنید از جمله که اعلیحضرت نادر خان بوده باشه. اما کاکای شما یعنی نزدیکیشان با شوروی اینجا اساسا هیچ مطرحی بحث نیست. اصلا اعلیحضرت امان الله خان سیاست عمومی خود بعد از اینکه استقلال افغانستان گرفت با کل کشورهای خارجی به خصوص با همسایه ها میخواست به صورت دوستی و صلح آمیزی و یعنی سلامتی باشه، نه اینکه زیر تاثیر. اگر تنها چیزی که باشم اینجا تذکر بتونم یادم نره زهره جان که اعلیحضرت امان الله خان در جمله سفرهایی که در اروپا داشت وقتی که به انگلستان رفت، ملکه انگلستان و سلطنت انگلستان ازش تقاضا کرد که باید به روسیه نروه
ببخشید اما عکسای آستمان الله خان مندازن، اما دو عکسی که ما به شما دادیم از سلطنت. بله. به روسیه باید نروه، سفر خود اونجا قطع کنه. کی بهشون گفتن ببخشید؟ دولت انگلستان. آها بله بله بله. والا آستمان الله خان گفت مثلا از فکر میکنم فرداش باید جواب میتونم. اما لحظه با کسانی که همراهش بودن مشوره کرد و اونا گفتن که خودت مملکت ما آزاد است، ما با همسایه خود مناسبات دوستانه داریم. قبول نکرد. اینجا خلاف اراده ملکه انگلستان و سلطنت انگلستان واقع شد حرکت. خب البته انگلستان در صدد ازی بود که چی وقت این استقلالی که افغانستان گرفته دوباره نقض شود و از 10 سال به این طرف که آستمان الله خان کرسی سلطنت گرفت اونا پلان میسنجیدن که چی وقت این پلان بالاخره با آوردن امیر ولای کلکانی. اما این سوال خلق است آقای صدیق که در جای شک نیست که پادشاه افغانستان یا سیاسیون افغانستان مردم بسیار احساساتی بودند و اساساً امو ویژن افغانستان در سایه بین المللی مطرح بحث قرار ندادن. شاید آستمان الله خان هم یک کاکگی کرده که ما گویا یک استقلال از انگلیس گرفتیم و آزاد هستم. اما در اینجا نقش خانواده چرخی آیا به آستمان الله خان امی مشوره را ندادن که درست است ما یک کشور نوپا هستیم که تازه استقلال خود گرفتیم، لازم نیست به یک همسایه‌ای که در حقیقت دشمن انگلیس شما نزدیکی کنیم؟ نه خود شده نمیتونست، به خاطر از اینکه مناسبات وقتی که استقلال خود افغانستان گرفت آستمان الله خان بازم عرض کنم زهره جان که میخواست مناسبات دوستانه با همسایه خود داشته باشه. بله. ضرور نبود که طرفدار باشه که روسیه بیایه و از انگلیس افغانستان اشغال کنه. مناسبات دوستانه قراردادهای دوستی امضا شده. یعنی خود مستقل یک کشور مستقل میدانست. بله. اما خب وقتی که کاکای شما توسط نادرخان به دربار نادرخان خواسته میشن و متاسفانه شواهد موجود است که به شکل بسیار وحشیانه به شهادت میرسن و جنازه های از اینا ماندار دوباره به منزل آورده میشه، به منزل شما که شما پسر بسیار کوچکی بودین که در ما 6 سال داشتیم. 6 ساله بودین. خب معلوم دار بعداً یکی از کسایی که بسیار صادق و برادرای چرخی بودن یا به کاکای شما بودن قصد برادرها را از آرزات نادرخان میگیره. بله. بعد از او چی گپ میشه اساسا؟ بعد از او که نادرشاه به قتل میرسه، اما تصویری را که براتون دادیم میمانین از عبدالخالق. بله. سوانح عبدالخالق هم مفصل در کتاب خود نوشتیم. بله. که عبدالخالق کیست. درباره عبدالخالق بعضی شایعات بوده و بعضی کتاب‌ها نوشته شده، اما ما قطعا نوشتیم که اصلا کی بوده و با بچه های خود خانواده ما یک جای کلان بزرگ شده، مکتب میرفته، هم بازی بوده و در خانواده بزرگ شده و پدر و کاکایش ناظرای شخصی خاص پدرای ما بودن که خانه جدا داشتن در سراچی خانه ما. عکس دوم. و این کار عبدالخالق انجام داد که این پلان البته سنجیده بود با رفقای مکتبی خود که محمود خان بود یکیش و اسحاق نام داشت دیگه و چند تا همسنفی های خود که اکثرشان به قتل رسیدن، بعضشان زندان. شما میبینید این وقتی که اینا از محاکمه میکشن اینا همه به زنجیر پایشان بسته است و باز به قتلگاه میبرن. و بسیار وحشیانه به قتل میرسه، از انگشتاش بریده میشه و چشماش کشیده میشه و شما در کتاب ما یک نوشته شیرآمد گرانه اگر خوانده باشین که باعث نماینده اخبار و کشککی مدیر اخبار بوده و این باعث نماینده اخبار خواسته شده که از محکمه تا قتلگاه یک مضمون نوشته و این را روزنامه امید نشر شده بود. ما او را نقل کردیم. بله. شما بخوانید که در اونجا چه فجایعی رفته. یعنی راستی که چشم از بچه کشیدن، کلکش بریدن، زبانش بریدن، خواه انواعی مسئله کردنش. بله. و این جوانایی است که همه کشته شدن، یعنی بعد از اینکه عبدالخالق مرتکب جرم 18 نفر جوانای مکتب. بله. به شمول مدیر مکتب نجات، معاون مکتب نجات. واو، مدیر هم کشته شد. مدیر مکتب نجات، معاون مکتب نجات و دیگه محصلین بودن، همه
کشته شد که ابتداش وزیر معارف کی بود اون وقت؟ وزیر معارف فیض محمد خان بود. معین وزارت معارف میر سید قاسم خان بود که یا هم امر کشتنش داده شده بود. باز میگن فیض محمد خان باز فیض محمد خان واقعا بسیار زیاد اصرار کرد. ذکریا. و اینطور بود که محاکمه از اینا را دو برادر میکردن. یک برادر قاضی بود، یک برادر دیگه مثلا دعوی پیش میکرد. شاه محمود خان دعوی پیش میکرد، فیصله ماداشم خان میکرد کی کشته شود کی نکشه. باز به صحیح اعلیحضرت شام میرساندن دیگر. بارزی که فجایع صورت گرفت، ما اطفال خورده با مادر و خواهر و برادرای کوچک و بزرگم و سنای بلوغ هر کسی که بود آنها رو به زندان بردن. منتها سنای کودک کوچکی که ما بودیم ما رو به زندان سرای بادام میگن، زندانی که خانواده اونجا بودن. اونجا بودن. باز چند سال در اونجا بودیم، چند سال دیگه بعد کتاب خاطرات مفصل من نوشتم. بله دو بسیار مفصل نوشته کردن. اما چیزی که در این کتاب جالب است، آقای خالد صدیق و بیننده عزیز، کتاب بسیار جالب است. حقایق تاریخی افغانستان گفته شده، بسیار غم انگیز است که چرا خانواده های روشنفکر افغان، خانواده های تعلیم یافته افغان یا به پای دار رفتن و یا ای که به زندان دیمزنگ سالیان متمادی زندگی خود تیر کردن. شما نامه کسایی را در اینجا گرفتن، از غبار، مامودی، بسمل، احمد علی خان شامل، نعیمی، سید قاسم خان معین وزارت معارف بوده، از آقای منصوری، میرزمان خان کنری، نیفم غلام دستگیر خان قلبیگی، محمد اسماعیل خان سودا، اکبر اختر، رحمانی، محمد رحیم خان کوریر ببخشید به نام شیوان. همینا پدر میرمان پروین بودن؟ صدر رحیم جان. بله. بله. خانواده وهاب، سعدالدین خان بها، یعنی آنقدر اشخاص دیگه است که روشنفکر بود و یکی از کسایی که در مشروطیت اول هم بود و حتی میخواست که امیر ایبالله خان به شهادت برسانه، عبدالرحمن خان لودین که امیر ایبالله خان رو نکشت اما در زمان حضرت نادرخانی کشته شد. بله در زمان نادرخان کشته. اول رئیس بلدیت تعیین شد و بعدا درست یک روز برای دعوتش کرد که نانشاش رو به امرای ما بخور. نانشاش رو سر میز یک جای خوردن، بار از او امر کرد که رو ببرین بکشن. خب یعنی به این نتیجه میرسیم آقای صدیق که گویا بعد از این که عبدالخالق حضرت نادرخان به شهادت رساند و ماندار خودش هم کشته شد، امراهان شمسینفیایش مدیر مکتب، معاون مکتب، بعد از او که یعنی هاشم خان صدر اعظم میشه، سردار هاشم خان، این به اصطلاح دیگرها را هم به زندان مندازه. چرا دیگر کسایی که اواخای حضرت امان الله خان بودن؟ دلیلش چی بود؟ گفتم از کابل مرکز افغانستان و ولایات افغانستان، هر جایی که یک کسی از دوستدارای حضرت امان الله خان بود یا مربوط به خانواده چرخی بود یا از دوستای کاکایم بود، همه را جمع کردن به زندان انداختن. و یک زندان، افغانستان یک زندان سیاسی شده بود، یک فضای اختناق شدید پیدا کرده بود. و اونمون بود که ادال باشین که سر اصل مطلب بیاییم. حالا ببینین اگر میگذاشتن راستی با اون پروگرامی که حضرت امان الله خان شروع کرده بود و شما میدیدین که از 10 مبدیش شما بخوانین، در اینجا 10 مبدی ختمش سلطنتش نوشته کردیم. بسیار مقبول نوشته کردین. بله. این 10 مبدا را بخوانین، در این حقوق مساوی زن و مرد، در این آزادی عمومی مطبوعات، هر چیزی که فکر بکنید، تعلیم و تربیت دخترها بچه‌ها در مکتب روانشدن، مکتب آواز شد، باید خارج فرستاده شدن. یعنی اساس یک جنبش مانده بود که تا از ایران و ترکیه پیش بله. اصلا پروگرامی بود که یک مجلس کردن در ترکیه، در استانبول، اتاتورک و رضا شاه و حضرت امان الله خان و اینا با هم تعهد کردن که ما شما یک شرق میسازیم دوباره. هر کس در مملکت خود شروع میکنه پروگرام‌های اصلاحاتی خوده. خب اینا شروع کردن. خب احیانا اگر میگذاشتن به اون ترتیب پیش میرفت افغانستان، امروز به این بدبختی گرفتار میشه. بله امور میگم که اساس خراب اینا شد. ببینین که پیشتر شما گفتین که هر معلول یک علت داره.
علت این موضوع را کس جستجو نمیکنه، پشت معلول میگردن. بله بله. پشت معلول که چرا اتر شد، چرا اتر شد، نه چرا از اول خیلی پرسان کنین که چی شد که اتر شد. یعنی پس شما اتر فکر میشه که گویا شرایط سیاسی فعلی افغانستان بر اساس عقده های سیاسی بود. بله، عقده های سیاسی، عقده ها اصلا از یک بدانشی به میان میاد. بله. کسی که عقده میگیره، ما راست برتان میگم، شما هیچ عقده ندارید. خوب اختیار دارین که شما لطف نظر دارین، اما این عقده اصلا از یک بیدانشی به میان میاد. اگر دانش کافی موجود باشه، عموما این حوادث در دنیا زیاد است، آدم جلوی حادثه را گرفته نمیتونه. بله. ایش نمیتونه که اگر یک حادثه شد، از خاطر این حادثه تمام عمر با عقده زندگی کنه. و دوم، عقده برای طرف مقابل اثر نمیکنه، خود انسان است بد میبره. بله. از این لحاظ من طرفدار عقده گرفتن نیستم، حقایق مینویسم. هر چیزی که تا جایی که میفهم، تا جایی که اسناد و مدارک به دست آمده می‌نویسم، اما نه از روی عقده. خیر، شما در این کتابم که نوشته کردین آقای صدیق، البته من شما را بسیار ستایش میکنم به خاطر خویشتنداریتان که در کتاب اول و در کتاب دوم حتی بعضی مردم پیشان سوال خلق شد که آقای خالد صدیق هیچ احساساتی گپ نزدن، هیچ کس توهین نکردن، در صورتی که خانوادهشان اکثریتشان به شهادت رسیدن، خودشان در زندان بزرگ شدن، در زندان تحصیل کردن، به اصطلاح در اموج، یعنی همه در اموج بودن و حتی بچهای کاکای جوان شما کشته شد. اما سوال دی خلق میشه آقای صدیق که وقتی که شما یک نهضت میکشین، یک نهضت در افغانستان کشته شد، یک نهضت روشنفکرای افغانستان که بعد از او وقتی که مشروطیت سیوم به وجود آمد، او هم از بین رفت. من اینا دیگه چرس کنم خدمتتان که خب میگم که 40-45 سال مملکت آرام بود. بله. اما چگونه آرام بود؟ این سوال کس نمیکنه. آبستن حوادث بسیار خراب بود. چه حوادث ما بینش بود. هر کسی که قدلم میکرد، یک راستگویی میکرد، یک رای روشن نشان میداد، به زندان میرفت یا کشته میشد. در اون صورت مردم دیگه آرام بودن. و کاکای شما میگفت که یعنی خوب اگر آل نادرخان هم سلطنت گرفته، اما باید به اساس امو پروگرام آلستمان الله خان بله، امو پروگرام باید پیش ببرن، مگر بکل یک دیکتاتور مطلق بود دیگه، خود آل حضرت نادرخان. نادرشاه. بله. واقعا او که کسر نمیشدید. اما خب باز بعد از که خودش به شهادت میرسه و عبدالخالقی را میکشه، خب باز کاکایش که قدرت میگیرن، یعنی تقریبا تا سال 1325 گفتن، از 1308 تا سال 1325 یک دیکتاتوری مطلق در افغانستان بود. مطلق تا آخر دیکتاتوری بود. و اکثر روشنفکرایانی به زندان رفتن. بله. اور شما هم نامه‌های زنان من نوشتیم. بله، نامه‌های کلگی است. قدر نامه حتی کوشش کردیم که عکس‌هایشان رو پیدا کنیم، خانواده‌هایشان رو پیدا کردیم. اونایی که همراه من در زندان بودن خود شاهد احوالشان هستم. اونایی که در زندان ارگ بودن من ندیدیم. من کوشش کردم که نامه‌هایشان رو پیدا کنم، عکس‌هایشان رو پیدا کنم، بیوگرافی‌هایشان رو پیدا کنم، نوشته بکنم. چرا اینا در گمنامی مطلق ماندن؟ اکثرشان کس نام نگرفته در همه قدر وقت. و این بسیار مهم گپ است که هم نام نگرفتن و هم قسمی که شما گفتین که اینا وقتی که از زندان برآمدن، مردای بسیار پیر و فرسوده بودن، زنها و مادرها و همسرها به اصطلاح به تنهایی فرزندها را بزرگ کرده بودن و ماندار فرزندها هم فرزندای بسیار زبون بار آمدن به خاطر که پدرایشان کشته شده بودن یا به زندان رفته بودن. یک جنایت بزرگ دیگه می بود که فرزندها را محروم از مکتب می ساختن. ما که در زندان بودیم، خب به از اون مکتب میسر نبود. این خواست خدا بود که یک مدرسه خانگی شروع شد و هم کوجان که اسم بردیم در اینجا و از درای تهذیب و صاحب یک 4 کلمه صحبت شدیم. اما خانواده ها مثل خانواده مادولی خان بچه هایش از مکتب محروم شد، میدی جان شندولی بچه هایش از مکتب محروم و فقیر جان رئیس جنگلات، خوجا هدایت الله خان و هر کس را که کشتن خانواده‌شان، اطفالشان از مکتب محروم. و یک خیانت دیگه هم شده بود که گویا مردمی که مربوط اهل تشیع بودن یا مربوط مذهب شیعه بودن، اینا مثلا حتی به پاهنتون، به فاکولته حقوق العلوم سیاسی نداشتن. یک تبعیض بزرگی بود که
اینا محروم بودن که در فاکولته حقوق و علوم سیاسی و در فاکولته حربی شامل شدن نمیتونن. اما پس اون کلشان دکترای بسیار لایق بسیار دکترای لایق شدن که صحت همه مردم افغانستان به دستشان افتاد. خب یک موضوع دیگه که بعد از اینکه یعنی شاه محمود خان قدرت صدر اعظم میشه، با شاه محمود خان یک کم آدم معتدلی بودن. گفتم میشد بله، اما یک دو حادثه شاه محمود خان من نوشتیم که از زبان آقای ابراهیم خان عفیفی که این مدیر اخبار اتحاد خاناباد بود و این با چشم خود شاهد باعث مدیر اخبار خواسته شده که شاهد باشه. در یک جای نوشته میکنه که یک روز در وقتی که رئیس تنظیمیه بود شاه محمود خان در اونجا یک کسی آمد و بوجی های در پشت سرشان بود، گفتن بیاریشان درون. ما خیال کردم که رسم و رواج شهر قندوز است که کسایی که میان توفه خربوزه و تربوز نامیرن. وقتی که باز کردن کله های بریده انسان ها بودن که اکثرشان دندان هم نداشتن و اینا به اسم جانبداری از ابراهیم لقای گفته بودن که سرایشان بریده آورده بودن. یکی حادثه نوشته بود، یکی یک حادثه دیگر هم نوشته کرده بود که باز مرا خواستن به اسم مدیر اخبار و شاه محمود خان دربار کرده بود و لیست پیش بود. باز هم گفتن که آوردنشان در حدود 16 یا 17 نفر یا 18 نفر آوردن و امر کرد که همشان تیر باران کنیم. و متاسفانه باز وقتی و دیگه ما خودم در محبس دیمزنگ بودم که یک شب 400 نفر از این مردمای پار دریا، او طرف دریا که میگه پار دریا مطلب از مهاجرین تاجیکستان و ازبکستان اینا بودن و افغانستان پناهنده شده بودن، اینا پناهنده آمده بودن. 400 نفر در محبس قلعه‌ای آوردن و یک شب اتاقهای هر کس را تفتیش میکردن که چقدر جای داریم که ما از مردم جای بدیم. خب غالمغال بود در کوریدورا، ما برآمدیم که معلوم نشد ما چی. بعد از یک هفته دو هفته بعد این 400 نفر یک جای گم شدن رفتن و شنیدیم که همشون دست جمعی کشته شدن. باز متاسفانه وقتی که سردار داود خان چی در وقت صدارتش، باز وقتی که رئیس جمهور میشه به همین ترتیب هاشم خان میوندوال، آقای میوندوال به شهادت میرسن، خان محمد خان مرستیال به شهادت میرسن. یعنی چرا؟ حالا شما ببینید بیشتر که یک ناتمام منصوبت ما اینا بعد از هر کسی را که به اعدام محکوم کردن یا کشتن یا به شهادت رساندن، بعد از او در اخبار اعلان کردن یا ایرا زندیق معرفی کردن، زندیق یعنی بی خدا، بله، یا شرابخور معرفی کردن، یا خائن و قاچاقبر معرفی کردن، یا کورتاچی، بله، یا خیانت ملی یا با نام بازنامش هم خائن ملی گفته میشه. این دیگه مثلا قضیه میوندوال، قضیه عبدالرحمزایی، بله، وزیر مالیه، ملک خان وزیر مالیه، اینا بعد از اینکه عمل انجام میدن باز اعلان میکردن که با جرم کودتا گرفته شد. حالا میوندوال در کتاب مفصل میخونه بله. چی یک علامه نشان میتین که باید میوندوال کودتا کرده باشه. اما یک مسئله است آقای صدیق، وقتی که درست است که این در این کتاب امی خانواده زیادتر به نام اهل یحیی مشهور شدن. اهل یحیی کی است؟ اهل نه آل. آل یحیی باشن. آل یحیی آل به عربی خانواده را میگن. یحیی خان پدر کلانای از اینا بود. کدام نام بد نیست، یعنی خانواده یحیی خان. خانش هم تا مردم نمیگن. بله. و این لقب ابراهیم خان صفا، قاری ابراهیم خان صفا شاعر بسیار زبردست ماست. در محبس بر از اینا ماند. بعد از اونجا آمد تا آخر باز رشتی ها صاحبی را گرفت، باز بعد از رشتی ها خلقی و پرچمی ها کامدن علمی اصطلاح را به کار بردن. یعنی کلمه بد نیست، آل یعنی خانواده، مثل خانواده چرخی میگیم ما. خب درست است بله. اما سوال دیگه خلق میشه وقتی که آل یحیی به اصطلاح آخرین نفرشون که سردار داود خان شهید بود از بین رفت و قدرت به اصطلاح به دست مردمی که خودشان نمایندای ملت خطاب میکردن افتید، اونا هم ظلم کردن بالای مردم افغانستان. یعنی تو نبود که تنها یک مشکلی نیست که روز بدتر شده میرم، روز بهی به نداشتیم ما. بازم میگم که اساس خراب بود. یعنی اینا فکر میکنین به عقده های پدرایشان که از بین رفته بود اینا برخواستن؟ طبعا بسیار عقده داشتن، چپ و راست شدن، حزب خلق و پرچم و تبعیض طبقاتی
تبعیض طبقاتی، تبعیض مذهبی، این تبعیضا رو شما فکر میکنید که خدا نمیگیرن؟ نه. بله بله. خلاص کلش منجر شد به این کار. اما یک سوال دیگه آقای صدیق خلق میشه. خب نادرخان پادشاه شد، ای که سلطنت از پیش یازدهمان الله خان گرفت و پادشاه افغانستان شد و بعد از او پسرش پادشاه شد و بعد از او مانمدار پسر 45 سال سلطنت کرد، باز او رفت، باز به کاکایش آمد. اما در تاریخ اتر سوالام خلق میشه. مثلا یک مردم میگن که اگر اعلیحضرت ظاهرشاه سردار داود خان تبعید میکرد، شاید امی مسیر دموکراسی که به اصطلاح به وجود آمده بود، امی مسیر یک چرخش به وجود نمی آمد و پرچمی ها و به اصطلاح چپی ها از سردار داود خان استفاده نمی کردن و یک جمهوریت مطلقه را به وجود نمی آوردن. این سوالم خلق میشه که اگر سردار داود خان وقتی که رهبرای خلق و پرچم گرفت در امون شب یا به پایدار می بردیشان و یا ای که به حبس ابد محکومشان میکرد، امکان داشت که باعث مانع اشغال اتحاد شوروی در افغانستان میشد. پس میگن که خوب اگر نادرخان به خاطر دوام سلطنت و به خاطر که نظام از هم نپاشه، بنابراین برادران چرخی را هم از بین برد دیگه. برای فکر کرد یک خطر، یک تهدید بر سلطنت خود فکر کرد. دی برادران چرخی خب فکر گفتم آشوب طلبی نداشتن. اینا اول بیشتر براتون عرض کردم که کاکایم برای مذاکره خواسته شده بود. بله. و قبل از روزی که به شهادت میرسه تقریبا هر روز یک روز در میان یکی از برادران می آمد میگفتن نادرشاه خواسته شما را صحبت میکنه. هر روز صحبت بود، یعنی یک روز در میان همیشه صحبت داشتن در میان. 27 روز که تمام در داخل 27 روزی که آمده. روز 27 هم به این نام میخواد که بین که صحبت میکنیم، باز هوا خوب است بریم طرف دارالمان تفریح میکنیم، منتصرا دیگه امر میکنه که بکشیم. و یکی از نواسه های یکی از یا اولادا یکی از دوستا به من قصه کردن، گفتن چنان اینا را ببخشن که چون شما یکی از اعضای خانوادهشان هستن، میگن چنان اینا را به قنداق تفنگ زدن که آخر یک کس بهشان گفته که والحضرت اینا جان دادن دیگه بس است. یعنی به این سویه قصیر قلب بودن اینا. ظالمانه کردن. از خواهر عزیزم ملال جان نظام که برای 30 دقیقه برنامه امروز اسپانسر شدن، یک جهان ازشان ممنون هستیم و ما آقای صدیق میریم یک مدت زیادتر میریم، بسیار مهربانی کردن. شاید بیننده عزیز همه شما سوالات را اینی پرسان کنن. ولی خوب آقای خالد صدیق عالی گپاش شد و البته تراژدی بسیار کلان در افغانستان به وقوع پیوست و امروز که شما ببینید افغانستان یک معضله بین المللی تبدیل شده. بله. چی باید کرد؟ من یک کسی که شما رنج روزگار دیدن، اما وقتی که از زندان برآمدن در صدد انتقام نبرآمدن، شامل کدام حزب سیاسی نشدن، چپی نشدن، راستی نشدن، پدرای شما خدمات صادقانه به افغانستان کردن، خودتان یک نویسنده بسیار خوب، یک شاعر فوق العاده هستن. چی باید کرد؟ آیا با این عقده ها دیگه زندگی کرد؟ نه، با عقده خو اصلا زندگی نباید کرد. به نظر من اول خب بسیار مشکل شده باز افغانستان، قدر بغرنج است که نظر دادنم بسیار مشکل است. اما روی هم رفته آدم گفته میتونه که تا که معارف به درجه اول تعمیم نشه در مرکز و ولایات و قرات افغانستان و قانون حاکمیت پیدا نکنه، یعنی ای و امنیت، این سه عامل بزرگ اگر در افغانستان نبیه، افغانستان هیچ وقت درست شده نمیتونه. اما اینمی راه به نظر من، اما یک مردم به عقیده هستن، میگن مردم افغانستان یک مردم بسیار سرکش هستن، تا که ما یک امیر عبدالرحمن خان دیگه یا یک سردار هاشم خان دیگه نداشته باشیم افغانستان اداره نمیشه. نظر شما چی است؟ دیگه اقتصاد دیگه اقتصاد درست نیست در قرن 21. نه اصلا باعث برای مردم چانس داده شد. میکنه که عبدالرحمن خان بیاید و میان با اون ظلمایی که انجام شده بود. آدم گفته نمیتونه دیگه و همچنان ما داشتیم خان و قساوت قلبی ازی و هیچ امکان نداره. خب وقتی که کاکای شما به شهادت رسیدن، پدر خود شما کجا بود؟ پدر ما سفیر برلین بود. به دفعه دوم سفیر برلین شده بود که بعد از او عزل شده سفارت. باز برلین ماند دیگه، باعث مهاجر زندگی میکرد. باز داستانش در کتاب خود من نوشتیم که بالاخره بعد جنگ دوم جهانی باعث سران نازی یام گرفته شد، به مسکو بندی شد. بله. باز سوال جواب شده در اونجا. بله بسیار عالی گفتین. بله. سوال جواب شد. و پدر شما چقدر سال با آلمان ماندن دیگه؟ تا کل زندگی خود با آلمان ماندن؟ کل زندگی تا فوت کرد. از
من 2 ساله بودم که میگفتن در اون وقت که پدرم رفته بود تا سال 1962 که فوت کردن، باز جنازهشون قرار توصیه خودشان به کابل آمد. خب یک عده خانواده ها به اصطلاح به پدرها به شهادت رسیدن، خانواده ها به زندان رفتن، یک عده خانواده هم به تبعید رفتن. رضا جان اگه مو عکسای خانواده را پرتی، مثلا خانواده سمیع و یعقوبی اونا کی ها بودند؟ مادر یعقوب خان مامای من بود، وزیر دربار سلطنت آل الله خان بود. نه اینا که عکس کاکای شماست؟ اینا عکس مامای بس. مامای شماست. که پس از تبعید که آمدن با مادرم و خانواده ما عکس گرفتن. اینا به کجا بودن مامای شما؟ به تهران. خب بسیار خوب. عکس دوم اگه پرتن از این عکس خانواده سمیع و یعقوبی است. بله که در این جمله ماد سمیع خان به سن 36 سالگی فوت کرده، اما دیگرها همگی موجود است. بله. و یک کبیر جان سمیع در این وقت عکس نبوده. اینا 18 سال در تبعید زندگی کردن. ولی یک دیشان فوت کردن مثل سرور جان سمیع و بله مادولی خان و دیگر خانم شیرین جان. این خانواده تبعید زندگی کردن. خانواده موین سلطنت صاحب تبعید زندگی کردن، خانواده سردار امین الله خان، کاکای رستم الله خان و رحیم جان شیون که داستانش بسیار که پدر میرمور پروین بله قدر حزن‌انگیز است داستان ازی که این تنها آرزوی یک تثبیت هویت خود میکرد از افغانستان که در زندان سایبیریا به نام ازی که مجهول الحال بود انداخته بودن، معلوم نبود کی است و امیر برش افغانستان تا آخر عمر نداره. چیزی که آقای صدیق در داستان مردم افغانستان بسیار غم انگیز است که در زمانی که آرزمان الله خان از بین میره، یک عده روشنفکرای افغان قسمی که پیشتر گفتیم به زندان میرن یا کشته میشن. باز بعد از او که پرچمی ها و خلقی ها قدرت در افغانستان میگیرن، اونا باز هم یک عده روشنفکرای افغان به زندان میندازن. و امروز که ما میگیم که در افغانستان به اصطلاح سر نیست یا چهره های دیگه نیستن، زندان امروز مثلا پر از طالبا شده که اینا به کلی یک گروپ دیگه هستن. این بسیار یعنی یک تراژدی شده در افغانستان که به حساب اما تهدابی که میتونست فقط شاید بسیار تعداد محدود بود تحصیل کرده بودن، درس خوانده بودن که میتونستن باعث نجات افغانستان شون، از بین برده شدن و همین دوام کرد دیگه. خب ببینید حالا خب اول خب در وقت جنگ که 35 سال است که افغانستان در جنگ داخلی است. این اطفال کوچک بی سواد ماندن. از بی سوادات چه آدم چه انتظار ببره. باز چقدر اینا تلقین شدن، مخصوصا تلقین های مذهبی و انتظار بیهودی از افغانستان با این مردم نمیره دیگه. منتها یک تفاوت به نظر من جنبش‌های مشروطیت اول، مشروطیت دوم و حتی مشروطیت سوم که به نام ویش زلمیان بوده. ویش زلمیان باز حزب وطن درست شد که در اون جمله قبار و دکتر مامودی و آصف جان آهنگ و بینوا و یک جمعیت بسیار زیاد بودن. میرعلی احمد پنشیری، میرعلی احمد شامل، معاون بلدیه عبدالخالق خان، یک جمعیت بسیار زیاد بودن و اینا هم شروع کردن یک نیمه دموکراسی که در وقت شاه محمود خان اعلان خود نشد، یعنی وانمود شد برای مردم. این از می رخنه این مردم استفاده کردن، فوراً احزاب سیاسی را تشکیل کردن که نیزت تعقیب مشروطیت اول دوم شروع کردن. خب من یک تفسیر دیگه میکنم، باز خطای تلفن میگیریم. ببینین یک تفاوتی که به اصطلاح چپی ها و احزاب اسلامی افغانستان با مشروطیت اول، دوم و شاید هم سوم داشتن که اینا واقعا میلیگراهایی بودن که تکیه به خارجی نداشتن. متاسفانه احزاب خلق و پرچم تکیه به شوروی داشتن و احزاب اسلامی هم تکیه به اخوان المسلمین بین المللی داشتن. یعنی او اسم ملیگرایی که در مشروطیت اول و دوم بود کمتر بهشان متاسفانه راستی. یعنی در وقتی که البته یک اندازه آگاهان که کسانی که مطالعه میکردن اوضاع افغانستان آگاهی داشتن که خلق و پرچم کیست و چطور میشه، اما من شخصا به این انتظار بودم که اینا اگر به قدرت مردم خود و ملت خود استوار می بودن، واقعا یک
موضوع دلخواه بود برای مردم افغانستان. ماندار گلی مردم افغانستان گلی... خصوصا از پرچمی آبی زیادتر است. وقتی که دیده شد که اینا کاملا متکی به یک قوت دیگه است، باز مردم افغانستان قبول کردن نمیتونه. هیچ در راستی برتر از کنم مردمش عموما قبول نمیکنه یوغ بیگانه کنه. اجازه است آقای صدیق که ما خطای تلفن بگیریم شاید دیگرها نظریات دیگه داشته باشن؟ بفرمایید. روی خط تلفن هستم. سلام. سلام خانم جان، سلام خدمت شما و خدمت محترم خالد صدیق تقدیم میکنم. بله سلام به شما، بفرمایید. ما چند سوال داشتم از محترم آقای صدیق که فامیل من در امی وقت در حکومت امیر عبدالرحمن خان همراه بزرگای ما با امیر عبدالرحمن خان و چرخی و اینا بودن. از اونا ما چیزی بعضی گپا در فامیل سما و سما شنیدیم. من یک جوان هستم، امی سوالاتی که برای ما در ذهن ما خطور کردم امیدوارم میخوایم که از محترم صدیق صاحب پرسان کنم. یکی اینا که گفتن که کاکایشان در ترکیه استعفا دادن. همینجا در ترکیه ملاقات های خصوصی که داشتن از او صحبت نکردن، نگفتن که با کی ملاقات ها داشتن و این طور آوازاست که میگن با مشوره یکی از کشورهای خارجی اینا استعفا دادن و آمدن به افغانستان که تا قدرت بگیرن. یکی دوم مثلا خود غلام حیدرخان چرخی را که اینا در اون وقت که همراه امیر عبدالرحمن خان بودن پلان پادشاهی را به سر می پرورانیدن، میخواستند که به پادشاهی برسه و در رئیسه یک قتل و توطئه‌ای که علیه امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که او مرمی خطا میخوره و به چوکی اصابت میکنه و باز غلام حیدرخان بله بفرمایید ما میشنویم صدای شما. غلام حیدرخان چرخی کرچه میگیره و سر امیر قاتل میبره که باز امیر عبدالرحمن خان در اینجا میگه که ای کاش که زنده می بود. بعد از اون طرف به اعتمادی امیر قرار میگیرن. یکی چرا میگن این کرچه مثلا دفعتر گرفتن ایره کشت و دیگر نادر خان که توسط عبدالخالق به شهادت میرسه. بله. در این مدیر مکتب نجات اینا کل فامیل چرخی میگن توطئه چیده شده بود و این تشویق از طرف یکی از خانمای فامیل چرخی صورت گرفته بود که عبدالخالق تشویق کرده بود. خب بسیار تشکر. شما بود که برای من سوال است، ما میخوایم از تلویزیون شما بشنون از تلویزیون. بله بسیار تشکر از سوالاتتان. سوال اول که در وقتی از پدرکلان من پرسان کردین، اتفاقا چیزایی که شما گفتید من نشنیدم و خبرم ندارم، اما رویم رفته سپاسسالار غلام حیدرخان چرخی یکی از معتمدترین سپاسسالارای دوره امیر عبدالرحمن خان بود که تا آخر یک لقب دیگه هم برشان دادن که نامه‌هایی که به نامش نوشته میکرد که منصبدار مدبر من سپاسسالار غلام حیدرخان چرخی. و در مورد عبدالخالق که گویا به توطئه یکی از خانمای خانواده در کتاب نوشته کردین شما. عرض کنم که وقتی توطئه خانواده چرخی در قسمت قتل نادرشاه نبوده، به اینکه همه در زندان بودن. بارزی که کاکایم به شهادت رسید، ما را همه را به زندان، جوانان را فوراً به زندان ارگ بردن و کوته قلفی بودن. هیچ تماس عبدالخالق با او جوانان نداشتن. خب یعنی خانواده شما پیش از شهادت نادرخان به زندان بله، بارزی کاکا کشته شد. کشته شد به زندان ما رو بردن. دیگه در این صورت رعایت میکنم، نه مدیر مکتب و نه معاون مکتب در دست داشتن و تحقیقاتی که از عبدالخالق صورت گرفته. شما می کتاب مرا بخوانین، در هر جا گفته که تنها اراده خودم، اراده شخص خودم و از کس دیگه هیچ کس نبوده و مخصوصا از یک رئیس تحقیقات به نام عبدالغنی خان گردیزی بله قلبیگی که اعتراف میکنه که ما هر قدر که رنج دادیم و زحمت کشیدیم و تا وادی آخر همون یک گپ اولی که زده بود تا آخر تغییر نکرد. و در همون روزی که همه خانواده را برده بودن عبدالخالق در منزل شما نبود؟ نه اصلا در خانه نام رضای مکتب خانه یک دوستای خود رفته بود. اگر می آمد یا به زندان میره. اتفاقا نجات یافت. از این لحاظ دیگه این گفته ها را مراعات میکنه. بسیار خوب. بفرمایید روی خط تلفن هستیم. سلام. هلو. بفرمایید روی خط تلفن هستیم. سلام. هلو.
لینای ما همه روشن است اما متاسفانه هیچ روی خط هستین. بفرمایید. زورا خانم. بله زورا خانم. بله بفرمایید، ما میشنویم صدای شما را. تلویزیون تا پخش کنین. شکر از این موضوع بکر و اموزندنی و تاریخی. از علی جناب یک شکوه بگوییم، یک غفلت خونش سرونه گرفته باشه. این کتاب پیشروی ماست. وقتی که کاکای از اونا فهمید به نیت نادرخان که پیشروی چی میکنه عمرشان، این در این وقتی چرا با جنرال یار محمد خان وزیری که 5000 نفر مسلح داشت به طرفداری امان الله خان و همچنان یار محمد خان کنری و دیگر در قندهار شاید اینا ارتباط نمیگرفتن که یک مسلح کم از کم یک سردتی خوب برای نادرخان خلق کده میتانست. او وقت نادرخان او قدر مجهز و مسلح نشده بود، در حالت بحرانی قرار داشت. یعنی که یک ذره دست و پا میزدن شاید اینا هم 1000-12000 نفر خود وطندارا از لوگرشان شاید پوشان جمع میشدن. به نادرخان که یک سردتی خلق میکرد. واقعا قرار که تاریخ میگه در حق کاکای شما حتی یارمحمد خان وزیری چیز کنری به کلی از اینا بسیار ظلم شدید شدن که شما صغیر بودین در هرات و در کجا شما تبعید نمودن، جایدادان شما را ضبط نمودن. در که شما آن بعد از این یک حکومت ملی اگر بیای اینا قابل محکمه هستن یعنی این سوال ما بود بگی زورا. بسیار تشکر لطف کردین. من عرض کنم خدمت شما که پیشتر گفتم که کاکای غلام نبی خان فکر آشوبگری و کودتا و محاربه و جنگ نداشت که با نادرشاه جنگ یا کودتا بکنه. میخواست از راه مذاکره قناعت به نادرشاه را که باید متقاعد شود ایران. و در قسمت سوال دومتان که باید آخریش ما اوشم نشد که آخریش چی بود؟ که اگر یک حکومت ملی بیه قابل محاکمه هستن، اما فعلا کی را محاکمه کنیم ما؟ بله. و کسایی که کارا را انجام دادن خب روی زمین نیستن. اما این سوال خانوادهایشان خود جوان هستن که اونایی تقصیر ندارن در این قسمت. چرا امان الله خان اینقدر زود از سنه رفت؟ مثلا چرخی ها قوی بودن، شاید اگر یک گردوی قوی می داشت چرا قزود از سنه رفت؟ باعث اعلان نمیکرد؟ شاید یک ده مردم بگن که خوب گناه نادرخانم نبود، یک قماندان بسیار ورزیده بود، مملکت از آشوب خواست که نجات بده، دیگه چاره چی بود؟ سوال خوب از زوره جان. شما کتاب عبدالله خان حبیبی را خواندین؟ ما امو قصه شد در اینجا داخل کردیم. عبدالله خان حبیبی نشته میکنه که من خودم شاهد هستم از قندهار بود. آخرین دفعه که امان الله خان به قندهار وقتی که حرکت کرد به طرف غزنی می آمد، قوای صقوی یک تعداد مردم ها را کشته بودن و به سر پایه های برق و درختها آویزان کرده بودن و نوشته بودن که ایران توفه ما برای مردم قندهار است یا برای مردم یک قوم است. امان الله خان یه حرکت که دید متاثر شد و گفت که دیگه یک روز شما ممکن است با هم، گفتار خودش است، با هم جور بیاین، اما این بدنامی نصیب من میشه که به وسیله ما که برای سلطنت می جنگم ملت ما به حال میرسه. من این دیدن نمیتونم. کاملا از احساسات کار گرفت. اما یک جای بر یک مملکت مثل افغانستان باید است که یک پادشاه پای خودش به زمین بزنه دیگه. شاید یک گده کشته شود. یک گده نه که بسیار فجیع کشته میشد دیگه. امان الله خان احساساتی بود در اینجا شک نیست. یعنی آدمی بود که نمیخواست خونریزی و اینا صورت بگیره در افغانستان. بله. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. هلو. روی خط هستن، بفرمایید. سلام زورا جان. سلام به شما برسه. ببخشید من ابراهیم سپاس هستم، شما از کشور نیدرلند آمد میتونم. بله. سلام برای شما و سلام برای چرخی صاحب محترم. سلام مرا قبول کنید. ما میخوایم که از چرخی صاحب محترم سوال داشته باشم، با وجودی که ما برای خاندان از یا بسیار یک ارادتمندی خاص دارم. بیشتر یک موضوع را گفتن درباره شهید شدن کاکایشان غلام نبی خان چرخی صاحب که حتی مرد با شجاع و با غیرتی بود که در زیر قنداق تفنگ هم انداختن ولی تکه را به دهن خود تیر کرد که تا صدای گیری مرا یا نالش مرا کسید. راست است آقای غبارم. من دو سوال کوچک دارم. یکی که خودشان و همراه والده صاحبشان چند سال اینا در زندان بودن، یکی و دوم دیگه میگن که بعد از جنگ دوم جهانی افغانستان و هند حتی آماده شده بود که امان الله خان بنویسه یک
قبول کنه دوباره به افغانستان بیا، ولی چرا آل امان الله خان نامد؟ اگر دمیس یک روشنی بندازن. سلام علیکم. تشکر از محبت شما. ما مجموعاً امرای مادرم، خواهرم و خانواده ما، خانمای کاکا و دخترای کاکا، مجموعاً 14 سال و 3 ماه یا 4 ماه زندان تیر کردیم. البته زندان‌های مختلف، و ما 7 سال از این وقت در زندان قلعه جدید دیمزن گذشتندیم. و سوال دومشان گفتن که یعنی هندوستان و اینا میخواستن. بله، یک پلان بود که از هندوستان خود درست خبر ندارم، اما یک پلان بود که در وقت ماداشم خان هستن، در وقت ماداشم خان است، در وقت جنگ دوم جهانی یک پلان اصلا هیتلر داشت که امان الله خان دوباره بیاره. پلان هیتلری بود که تنها افغانستان نیست، همه ممالکی که زیر سلطه یا مستعمره انگلستان بود و آزادی خود باید بگیرن اینا، و در اون جمله افغانستان به درجه اول بود و آزادی را در فقط وجود امان الله خان تصور میکردن. و این پلان بود که باید امان الله خان دوباره به افغانستان آورده شود. و ما در این کتاب نهفته‌های تاریخ که نوشتیم این مفصل نوشتیم که چی یک پلان بود، و پدرم غلام صدیق خان چرخی شامل این پلان بود که خودش واضح تمام چیزا را اقرار کرده و متاسفانه که صورت نگرفت. خب اساساً پلان از انگلیس بود که باید از ملیگراهای افغانستان از بین برده شود. اصل بله. بفرمایید، روی خط تلفن هستین. سلام. هلو. سلام زورا جان، من ملاله نظام هستم از ویرجینیا گپ میزنم. تشکر ملال جان گل که اسپانسر شدن برنامه امروز. خواهش میکنم. جای بسیار افتخار است که جناب خالد جان صدیق امروز میمان گرامی شما هستند. بله. دقیقاً میمان گرامی ملت افغانستان هستند که حقایق بی پرده تاریخی افغانستان افشا میکنن. من در وقتی که کتابشان نشر شد، این کتاب امو خواندم و بار دوم خواندم، بار سوم خواندم. هیچ برتان نمیالم، احساسات خود گفتن نمیتونم که کتاب سر من و سر زندگی من چه قسم تاثیر کرده. بله. به هر حال من همونجا کوشش کردم که به اینا برسم، یک مکتوب برشان را نوشته کردم و در او تهنیت و تبریکی خود از اینطور یک وجیبه ملی بزرگی را که اینا متقبل شدن. بله. و به روی کاغذ آوردن. خواستم که چی کنم، تشکری کنم، اما مثل که ایمیل من هیچ نرسید. خود ایمیل از کتابشان گرفته بودم. به هر حال امروز جای بسیار خوشی است که اینا تشریف دارن و حقایق تاریخی افغانستان بر مردم افغانستان افشا میکنن. شما زورا جان از یک کتاب دوم گپ زدین یا از یک چاپ دوم؟ من خواست کتاب دوم اطلاع ندارم. بله، نه خیر، ما که دلیلی که آقای خالد صدیق اینجا هستن به خاطر کتاب دومشان است، چون کتاب اولشان از خاطراتم زندگی شخصیشان بود. کتاب دومشان برگ چند از نهفته‌های تاریخ در افغانستان که حقایق خبر ندارم. بله. کتاب از کجا به دست میآید؟ بله، کتاب ما دارم. به اینجا اول یک وبسایت دارن که نایفام صدیق جان وبسایت دادن. شما کتاب در ویرجینیا، چون شما در ویرجینیا زندگی میکنین، از افغان مارکت میتونین بگیرین، همچنان از افغان مینی مارکت در ویرجینیا کتاب به دست آوردن میتونین. بله. بسیار بسیار خوش شدم. و حقایق تاریخی افغانستان که سالهای سال به زیر خاک بود و جرأتش در زمانی که ما طفل بودیم و بزرگ شدیم و تاریخ خواندیم و فاکولته رفتیم، هیچ چیزی حقایق ما نمیشنیدیم مگر که فامیلایی بودن مثل فامیل ما که خودشان شاهدین یا شاهدان عینی بودن از وقت اعلیحضرت غازی و جریان تاریخ افغانستان و در خانه میشنیدیم و به بسیار احتیاط و اجازه نداشتیم که او را در بیرون افشا کنیم. بله. امیالم تاریخ افغانستان از تاریخ 35 ساله افغانستان هستن کسایی که تاریخ هم تحریف میکنن و این تاریخ هم تغییر میتن، در حالی که تاریخ وقتی که واقع میشه. بله. هر رویداد تاریخی در یک مملکت وقتی که صورت میگیره او جزء اوراق میشه که دیر یا زود مثل اینمی کتاب آقای صدیق یک روز افشا میشه. بله. بسیار خوش آمدن. تشکر، بسیار زیاد مهربان هستین. شما کتاب میتونین که بالا جان بسیار تشکر. کل کسایی که در راه مردم افغانستان و افشای تاریخ واقعی از او
زحمت میکشن به پناه خود نگاه کنند. یک عرض دوم داشتم، به دست من جنبش مشروطیت در افغانستان است از مرحوم عبدالله عبیبی و امیر عجیب است که دمیش روز من بر دفعه دوم مطالعه میکردم که این مصاحبه با ارزش شما پیش آمد و هر چیزی را که راجع به جنبش مشروطیت اول دوم سوم بیان میکنن این کتاب خودش آشکارا نشان میده. تشکر اما بسیار. شاید که نوختر رسیده باشم، آیا خالد جان صدیق از گروه اول مشروطیت که اکثریت از یا در سراج الاخبار بودن و به شاگردی علامه محمود طرزی نو همونجا تربیه می شدن و وطن پرستی و مشروطیت هم می آموختن، اینو گپ زدن یعنی من معلومات ندارم چون شاید نوختر رسیده باشم. تشکر بسیار ملال جان. از تلویزیون بشنویم مثل که آقای صدیق مشروطیت اول و دوم گفتیم شما. بسیار تشکر ملال جان. من از محبت شما بسیار ممنون هستم. من نامه محبت شما را گرفتم، با جواب اون نامه من یک نامه دیگه برای شما ایمیل کردم، شاید شما نگرفته باشین و متاسف هستم که برتان نرسیده. بسیار ممنون از دست نظر و نیت شما و از همدردی و احساسات نیک شما. درباره مشروطیت اول دوم و سوم شما این کتاب مرا اگر بخوانین، مخصوصا نیزت سراج الاخبار به صورت برازنده نوشته شده که در مشروطیت اول چی اثر داشته و اونمو بنیانگذاری مشروطیت هاست تقریبا حساب که بکنیم. یعنی مشروطیت اول بله. که در او قراره که ملال جان گفتن خود آقای طرزی، محمود طرزی نقش برازنده داشت. بسیار برازنده داشت. شما این کتاب اگر بخوانین انشالله باز اگر سوال داشتین تلفن کنین بر من در تماس میاییم. بله کتاب بسیار جالب است. بیننده عزیز کتاب آقای خالد صدیق در لس آنجلس شما از شرکت کتاب در وست وود به دست آورده میتونن، از در ویرجینیا افغان مارکت و همچنان مینی مارکت در لس آنجلس، از فامیلی مارکت و در سن دیگو به امرای آصف جان یوسف که کسی هستن که البته ارتباط با من دارن از نگاه فامیلی. شماره تلفنشان است 858 538 27 25 858 201 93 97 شاید باشه. بله یک نمره اضافه رفته 93 97 از به دست آورده میتونن و همچنان در شمال کالیفرنیا از زینت مارکت در کانکرد شمال کالیفرنیا کتاب به دست آورده میتونن. کتاب بسیار پر محتوا. دلیلی که ما این مصاحبه را کردیم امیدوار هستم بیننده عزیز کسی ایره به یک موضوع شخصی نگیره و امید است به هیچ کس بر نخوره. ما دوستا و رفقایی در تمام خانواده ها داریم و ماندار آقای خالد صدیق با فرزندای کسایی که پدرایشان یا پدرکلانایشان به زندان رفتن یا به شهادت رفتن با اونا مصاحبه تلفنی کرده، مصاحبه کرده و کلش روی حقایق تاریخی است. دو خط دیگر رو میگیریم. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. سلام خدمت شما و خدمت میهمان شما. بفرمایید. من میخواستم از دوست میهمان شما یک سوال داشته باشم. بله. و سوالم این است که یک خواهش دارم. یک سوال اولی که کتاب از ایران چطور میتونیم در اروپا پیدا بکنیم؟ بله. و به کدام زبان هست؟ کتاب به زبان دری نوشته شده. بله بسیار کار خوب. ما میتونیم آدرسشون در اروپا پیدا باشیم. خیلی بسیار خوش شدیم با این فرزندی وطن. تشکر. وبسایتشان بر روی پرده تلویزیون است. میخواستم از استاد محترم پرسان بکنم که با همه جنایاتی تاریخی که تا امروز وجود پیدا کرده و چنین انسان ها به حجه مرگ رفتهند، آیا باز هم میشه که ما چنین قاتلان را باز بگوییم که بابای ملت و غازیان بگوییم یا نه؟ تشکر. یک سوال بسیار جالب است. در مورد میگن های بابای ملت بگوییمشان، غازی و شهید بگوییمشان. غازی و شهید رو اختیار داره هر کس هر چی بگویه، اما بابای ملت شدن خلاف قانون اساسی افغانستان است. بله برای میگن. بله قانون اساسی افغانستان
این موضوع در هیچ قانون اساسی دنیا هیچ قانون مثلا اساسی جورج دنیا واشنگتن نیست. در قانون اساسی دیگه از این امریکا لحاظ ما نیست. نمیتونیم از روی عقده نه که از روی عقده نبگوییم، از روی قانون گفتن نمیتونیم که بابای ملت است. بسیار تشکر. اما شما اگر تلفنتان بر ما بگوین اونا قطع شدن اما بیننده عزیز ما میتونن که با وبسایت خالد صدیق www.khalidsiddiq.com برن کتاب به اونجا آردر بتن برشان حتما غیر از اروپا برشان و شما میتونن از طریق ایمیل ما یا شماره تلفن ما همراه ما هم به تماس شون که ما با شما را به آقای خالد صدیق راهنمایی میکنم. بفرمایید روی خط تلفن هستیم. سلام. بله سلام علیکم زهرا جان. سلام با شما برسه. بسیار خوش شدیم که صدای محترم خالد صدیقی میشنویم. بله. ما یک سوال دارم از محترم. بله بفرمایید. مورد ازی که اگر ای بگوید که یک کسی سوال کرده پیشان که آیا شما میخواستی که یک کسی را در محکمه کش کنی که چیز وقتی که مردم از ظلم کرده ای گفته که نه هیچ کس نیستن. اگر نگاه اسلامی افغانی یک آدم بسیار رسیده ای که خود کتاب هم نوشته کرده اگر ای بگوید که در این مورد که خون به خون شسته نمیشه فقط ما او را بخشیدیم برای مردم افغانستان یک راه حل و نصیحت خوب بگوید آدم بسیار فهمیده و رسیده و یک تاریخ خوب نوشته کرده. متاسفانه که ما کتابشان نخواندیم. مگم اگر ما شخصا پشتون هستیم مگم ما گپای دیره که شنیدیم این تاریخشان که یکمگی اخکدیم ای اگر ای بگوید که نه مردم افغانستان بگوید که بس اصلا میخون ریزی خون به خون ششته نمیشه جنگا بس کنین یک نصیحت و یک شکل نظریه خدا با مردم افغانستان بگوید کتاب نوشته کرده صحیح ایره پرسته میشه این مردم میگیره این نظریات خدا که در اوجه نوشته کرده مردم از این کمگی چیز میگیرفن مگم این چی نظر داره با مردم افغانستان که بگوید ای مردم افغانستان بس نیستن نمی خون ریزی که نال مثلا ادام رفته در تاجیکستان رو میگه که نه ما رفرندم میکنیم افغانستان را تجزیه میکنیم با دو تقسیم میکنیم این آیا این در مورد از این چیزی گفته نمیتونه از درسای از این که خودش دیده تا این وقت رسیده و کتاب نوشته کرده اگر یک نظر خدا بگوید. تشکر بسیار زیاد. شما بشنوین که آقای خالد صدیق در آخر کتاب خود اینا بسیار مقبول برای تمام جوانای افغان و برای مردم افغانستان خطاب کرده. برادر عزیز بسیار تشکر. من هم نظر هستم با شما اگر لحن کتاب مرا بخونین خودش نشان میده که ما از همه چیز گذشتیم و برای از اینکه مردم افغانستان با هم یک اتفاق و اتحاد داشته باشن هیچ گونه از عقده و کینه‌توزی ما صحبت نکردیم. این حال یک قسمت کتاب مرا زهره جان بر شما قرائت میکنه، ما یقین دارم طرف قبولتان واقع میشه. بله آقای صدیق نوشته کردن که حالا زمان آن رسیده که شما جوانان نیک سیرت و صادق آری از هر گونه تنگ نظری ها و عقده های شخصی و فارغ از همه ظلمات و هوس های بیهوده فریبکاری ها و تملق دست برادری و برابری به هم داده به حیث یک ملت واحد صرف نظر از قومگرایی ها و قبیله پرستی ها و اختلافات مذهبی و هر گونه عناوین تبعیضی زیر یک سقف با عشق و راستی مهر و محبت با دلهای دور از کینه‌دوزی ها عداوت و بدبینی ها و چشم باز و واقع بین در فضای کاملا خوشبینی به نام یک جامعه افغان و یک امت مسلمان در جهان امروزی عرض اندام و اثبات هویت نمایید. مردمتان را از این بدبختی ها، خودبینی ها و خودخواهی، تعصب، عقب‌گرایی ها و عداوت ها با روشنفکری تمام و با ارشادات دانشمندانه راهنمایی نموده و نجات بخشید و کشورتان را همتای کشورهای مترقی جهان بسازید. اکنون که ما در قرن 21 زندگی میکنیم بالاخره سر و صدای رژیم دموکراسی، آزادی مطبوعات و استقلال رسانه ها در هر گوشه و کنار بلند است و برگشت حکومت های مطلقه و یکتاز و مستبد دیگر امکان پذیر نمی باشد. ولو که این دموکراسی در کشور ما از بالا به پایان دارد پیاده می شود، ولی شما جوانان بیدار، هوشیار و آگاه این خاک نگذارید که این صداها بار دیگر خاموش و این آرزو و آرمان دیرینه به یأس و آرمان بدل گردد.
بر شماست که از سعی و مجاهدت و تلاش های پیهم و درایت کامل که خاصه یک جوان از کار گرفته این دموکراسی را از پایان به بالا نهادینه ساخته و در راه تحکیم زیربنای آن با عزم متین و شگوفانی این تازه نهال آرزوی ملت افغانستان با اراده قوی و استوار و ایمان مطلق صرف مساعی نمایید. بسیار تشکر آقای خالد صدیق. یک دو خط دیگر رو میگیریم. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. هلو. روی خط تلفن هستن، بفرمایید. زورویدی سلام و احترامات خدا خدمت شما و جناب نویسنده محترم شاعر گرامی تقدیم میکنم. تشکر، بفرمایید. من سوالی که از جنابشان میکنم، من در سن خود یکی از شخصیتایی که خود از اقل فامیل شریک میدانست او مادومرخان رئیس عمومی بانک بود که از زبان از او شنیدم من داستانه که شما اونا را میشناسید. اونا برای من گفت که جناب سپرسالار صاحب با نادرخان یک قرارداد تعهد کرده بودن که ما وقتی که بچه سقه و سکوت دادیم دوباره امان الله خان میاریم تا همون پروگرامایش روی کار داریم. اینا مشترکن بچه سقه و شکل دادن و وقتی که نادرشاه در آمد یک جمله بیکار بود، دولت زد گفت نادرخان هم مبارک ز پادشاهی. وقتی که پادشاهی گفت جنرال صاحب پیش شد که نادرخان تو خب با ما تعهد کرده بودی که ما وقتی که دولت گرفتیم حکومت گرفتیم امان الله خان میاریم، ما چرا تعهد کردی؟ گفت ندیدی که جنرال دول زد و من به حیث پادشاه انتخاب کرد، اگر من قبول نکنم این برای من شرم است، لحاظا خودت بیا دوباره به حیث سپرسالار میگی سرقدر میگی من قبول میکنم. همین بود که جناب سپرسالار چرخی گفته اگر امون تعهدت به جای میکنی خوب و اگر نمیکنی من با تونستم چندین باری را برگ خواست و عذر کد و واسطه کد و حتی همین بزرگای که نامش دیگر را مینا را واسطه ساخت، اما جنرال چرخی قبول نکنه، لحاظا سبب بدی بود که اونا را به شهادت رسید. نمیدانم در این نظر شما چیز یک جواب. تشکر بسیار. قصه بوده؟ بسیار تشکر. واقعا تا یک اندازه زیادی قصه درست است که مخصوصا از زبان مادومرخان رئیس بانک ملی که شنیدین و بسیار دوست ما بود. در کتاب خاطرات خود ما بسیار درباره از آن نوشتیم و از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود و داستانهای از او واقعا حقیقت داره. خب یعنی همه طور بوده که یعنی خیر نادرخان برشان پیشنهاد کردن که پیشنهادها زیاد بود، مرد پادشاه ساختن و تو هم بیام کاری کو و چرخی هم کاری نکردن. تنها کاری ما کسی میکنیم که یعنی گفتن اگر امان الله خان پس بله ما باز کاری میکنیم. یعنی اینطور نبود که راست بگم زهره جان که نادرشاه را به رسمیت نشناخت همین طبقه روشنفکرها و مشروطه خواها تا آخر قبول نکردن. پس بناهن نادرخان وقتی که پادشاه شد اینا را خواست که از سر برداره. خب گوش کن، اینا واقعا یک حزب اپوزیشن بودن. اما ضرور نیست که آدم حزب اپوزیشن بکشه. با همشون صحبت میکنه، یک اپوزیشن میمانه. ممکن بسیار راههای دیگر پیدا شود، اصلاحات پیدا شود، اما کشتن خود اجازه نیست. اما این سنگمانده مر افغانستان است. آقای صدیقینا هر کسی که به قدرت میآید همیشه میخواد پوزیشن خود به این رقم از بین ببره تا وقتی که اینا دست به سلا نزده باشن، تا که یک قیام عمومی نکرده باشن، تنها روی مذاکره و صحبت باشه. از مذاکره بالاخره یک موضوع میبره، یا قناعت میکنن یا قناعت میتن. تنها کسایی که زیر دار خطا خوردن در زمان جمهوریت سردار داود خان همین چپی ها بودن که اینا قبل خودشان خورده بودن. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. زهره جان سلام، من دلسوز کارتونیست هستم. عرض سلام و ادب به شما و به مهمان محترم شما آقای صدیق. بله سلام به شما همکار هستم. قبول کنید. لطف کنید از شما یک جان تشکر که به یک زیبایی کلام به شکل بسیار مقبول کتاب مرا معرفی کردید. از شما یک دنیا تشکر میکنم و یک چیز باید عرض کنم، گرچه خارج موضوع هست فعلا، که کتاب ما یک دو نفر فکر میکنم از
خاطر شما فراموش شده که کتاب به زبان انگلیسی و فارسی نشر شده. بله بله، حتما باز امروز شما در مورد کتابتان یک صحبت جداگانه خواهد داشتم. تشکر بسیار آقای دلسوز. بسیار خوب. یک چیز دیگه میخواستم بگم به شما بله. که آقای صدیق کتابشون خواندیم. اونا گفتن که از خاطراتم یک کتاب است که واقعا اگر خواننده بخوانه رو به زمین نمیمونه. این کتاب از ما واقعا 3 دفعه خواندیم و ما برشان تبریک میگم، موفقیت بیشترشان میخوایم و در نظر دارم که این کتاب نو زیرم هر چه زودتر بگیرم و بخوانم. بازم به شما تبریک میگم که تر آدمای شریف و نجیبه یک گنجینه تاریخ شما به روی سری تلویزیون آوردین. جان تشکر از شما. تشکر مهربان. تشکر تشریف آوری آقای صدیق. تشکر بسیار مهربان هستین. بسیار تشکر آقای دلسوز، محبتای مرا قبول کنین، لطف کردین کتاب مرا بخوانین، دیگه کتاب مرا بخوانین، با نظرتان برای من بگوین. بسیار تشکر. بفرمایید خدمتتون هستم. سلام. هلو. هلو. باشیم که بعضا مزاحم هم هستن. بفرمایید خط تلفن هستن. سلام. بله خانم زهره سلام برسه. سلام به شما. احترام به آقای صدیق هم. سلام مرا قبول کنین. تنها امقدر سوال میکنم خلاص که من چون در متن موضوع نبودم، امقدر پرسان میکنم که امی کتاب در اریزونا چطور پیدا کردن میتونیم. شما لطفاً از طریق شماره تلفن مامورای ما به تماس شوین و یا مثل که پیشتر وبسایتشان مانده بودن www.khalidsidiq.com به اون مراجعه کنین. بله شما میتونین کامرای خودشان به تماس شوین. تشکر بسیار. تشکر. ما از متن موضوع چیزایی که دانسته شدم واقعیت داره و ما علاقه دارم که کتاب بخونم. روز خوش داشته باشه. تشکر مهربان هستین. بفرمایید خط تلفن هستن. سلام. هلو. بفرمایید. کسی که تلویزیونش بالا باشه قطع میکنم، ببخشید. بفرمایید خط تلفن هستن. سلام. هلو. سلام علیکم. سلام ما به شما برسه. زه مدینه منور نه جلیم خان زاده تاسو سره خپل احترامانه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر. بفرمایید. پښتو زه خبرې کوم پیږي. بله شاید اندازی میفهمیم. بله. زه اول خپل صمیمانه سلامونه د لوړ برجسته شخصیت مو خدافیږو چې بس په افغانستان کې نور څوک نشته چې هر سړی په قدرت راشي موږ دا وایي چې دا پوهه دی او دغه دی داسې لوړ برجسته شخصیتونه یا تر خاورو لاندې دي یا د سترګو یا د هغه نه تر لیدو نه شاته ولاړ دي. نو موږ دا خواهش کوو چې افغانستان کې ډېرې بېرحمانه ظالمانه او تهدیدونه او ډېر بېرحمانه داسې تورې شپې په افغانانو باندې دغو طلایي خاندان تېرې کړي دي چې هغه د بیخي د ویلو نه دي. نو زه اولین زما دا عرض دی چې دغه نادران چې راغلو پکتیا ته مثال بیا بالخصوصا په دادیو کې هغه شو مسته شو، نو زه اولین د طلایي خاندان لوړه غټه ضربه د پکتیا ولایت خلکو ته ورکړه په دغه خاطر چې هغه خلک بې علمه او نادان وو. دوی د هغو خلکو نه سپر جوړ کو او دوی خپل مقام ته ورسېدل او بیا بالخصوصا دوی اولین د پکتیا خلکو ته اولینه دغه ضربه ورکړه چې هغه خلک مثال د علم نه هغه نه پیدل. دوی ته وایي تاسې عسکري مه کوئ، تاسې عسکرۍ نه معاف یو. نو زما دا عرض دی چې عسکري سړی ونه کړي هغه د انسانیت نه محرومیږي. که چا عسکري کړي وي هغه د انسانیت په چوکټ کې حسابېږي. نو اولینه ضربه دغه وه. دویمه ضربه یې دغه وه چې دوی کومې وعدې چې د پکتیا هغه سره دوی کړې وې قرآنونه هغه کوم لاسلیک چې د دوی خاندان پکتیوالو ته یې ورکړی او بالخصوصا ځاځی ته هغو نه دوی وفا ونه کړه او په هغو نه دوی ونه درېدل. هماغه و چې هماغه د شولي خان فرمانونه
چې د خلجیانو رژیم خدای ورته سبب وګرځولو هماغه فرمانونه راپورته شو چې قرآن پکې درکړ شوی و هر چی پکې ویلي شي تاسو را بده کو اخر مغه پکچوال زندان ته وچول داود خان هغه په کې نظربند کول اعدام کول چې تاسو باید خپل حقوق باید تاسو تضمین کړئ نو زه دا وایم چې دا خاندان چې و یو غټه لویه ضربه په افغانستان کې بل هیڅ چاته افغانستان ته چا نه دی ورکړی بالخصوصا دغه چې په اسلام مثال 45 شاه پاچاهي وکړه او لس کاله نادر خان وکړه چې دا تقریبا 15 کالو کې د دنیا ټکنالوژي لوړ او سره رسیږي موږ 15 کاله څه کوي چې 200 کاله موږ شاته ضربه کوو د تعلیم نه محروم شو د سواد د زده کړې نه د هر شي نه بس دوی په عیش او نشرت کې وو او بالخصوصا بیا دوی راغله مثال نادر خان چې تپای مرنجان ورته وایي که په واقعیت کې وایو دا یوه گنجینه یوه ذخیره یوه داسې موقعیت دا وطفه د هغه هم دوی د سینې لاندې واچوله مثال زه د افغانستان د ټولو خلکو حقونه او د ژوند د سهولیتونه دا خاندان 45 کاله دوی په عیش و نشرت نه هغه کړل ځکه غواړم چې محاکمه د صدیق صاحب وایي چې هغه خلک خو تر خاورو لاندې شوي دي زه دا وایم چې د افغانستان خلک د سره کښېني چې دغسې خلکو ته هېڅ لاره د هغه بیا ورنه کړي چې خپل قدرت نه کلوسای وي که کړوسای وي چې بیا سر ته ونه رسېږي دا د کتاب کې ولیکلی شي خدای پامان سلام علیکم تشکر بسیار لطف کردین شما تاریخ افغانستان از من که بهتر میدانین نظریات شما قابل قدر است و بسیار ممنون از معلومات بیشتر که شما در این باره گفتین واقعا اگر قوم جنوبی از یک خدمت عسکری یا پشک معاف شد اما از دیگر طرف قوم شمالی رو چور کردن سرشان و این کارهایی بود که دولت بله چالهای غلطی بود که متاسفانه همین درزایی که در میان مثلا اهل تشیع و دیگرها اهل تسنن به وجود آمد که از یک دست رفتن به مثلا فاکولته علوم و حقوق سیاسی و خدمت اردو محروم شدن یعنی نامدن به همین ترتیبی که فرض کنیم حتی خود حبیب الله کلکانی که گرفتار شد و قرآن به همراهش شد که گویا یعنی سرش به دار زدن همیشه اما سرش به دار زده شد و این خودش در زیر ما بین اقوام افغانستان خامخا به وجود آورد امروز ما نتایجش امروز می‌بینیم متاسفانه و این چیزی است که بیننده‌های عزیز هیچ کس به حساب عقده‌های شخصی مسائل مطرح نمیکنه و آقای خالد اصلا باید تعبیر نشه خواهش میکنم بله فقط چون یک بخشی از تاریخ پنهان شده بود و ما هیچ اصلا نمیفهمیدیم امروز تاریخ برملا شده و ما در یک دموکراسی زندگی میکنیم بله باید حقایق گفته شود دیگه بفرمایید روی خط تلفن هستین سلام هلو روی خط هستین بفرمایید سلام درجه سلام به شما برسه ما از ایران تماس میگیرم بسیار خوشحال شدم از اینکه شما را صدایتون شنیدم همچنین مهمان عزیزتون فقط میخواستم امی کتاب نویس‌ها در ایران میتونم دسترسی داشته باشم یا نه امیرم اگر امیر لطف کنن بسیار خوشحال میشم تشکر بسیار خواهش میکنم تقاضا بر کتاب شما زیاد است کتاب چطور به دسترس بگذاریم واقعا البته یک ده میتونن از طریق شماره تلفن ما و ایمیل ما به تماس شوند یک ده هم از طریق وبسایت خود از طریق وبسایت www.khalidsiddiq.com از طریق وبسایت خودشان میتونن که کتاب آردر بتن و به دست بیارن یک چاپ دوم از ایران در افغانستان در نظر دارم و شروع شده تقریبا اگر امکان داشت ممکن است از اون چاپ به ایران روان کنیم بسیار خوب بفرمایید روی خط تلفن هستین سلام بله زوره جان سلام شما خوب هستین زنده باشین شما خوب هستین بفرمایید سلام خدا به آقای صدیق جان تقدیم میکنم ببخشید آقای صدیق جان من نواسی غلام دستگیرخان قلاویجی هستم نامم پروین است و نواسی صدر عبدالوهاب خان هستم بهتون تشکر که نامشان یاد کردیم همیشه مادرم که قسم میکرد تاریخ‌های فامیل از اینا رو میکردن و ما بسیار رفیقا بودن که بابی جانم از این خاطر یک سلام احترام تقدیم بسیار تشکر بسیار تشکر انشالله کتاب مرا بخوانین در این کتاب مفصل
سر قلابگی صاحب نوشته کردیم. خب یک چیز دیگه که آقای صدیق ما میخوایم در زیدمی کتاب در جلد دوم در صفحه اول شما گفتین که شما این کتاب برای یک خانم تقدیم کردین. دلیلی که کتاب شما برای خانم تقدیم کردین چی بوده؟ این خانم بنیانگذار یک مرکز تعلیمی و تدریسی برای اولاد کوچک خانواده چرخی در زندان بود که نامش مریم بود و ملقب به کوکو جان و این خانم کاکای غلام نبی خان چرخی بود. این ما را همه گرد هم جمع کرد که دیگه گریه و زاری و سر زدن و یخن پاره کردن بس است، بیاین بشینید که شروع کنین درس. این شروع کرد ما را به درس دادن. یعنی من هم نویسندگی خودم مرهون امی خانم میدانم و امروز امونا زحمت کشیدن شما به جای رسیدین که حقایق شما نشر کردن، اگر این هم پنهان بله پنهان میموند. بله. ببینین شما گفتین این برگ ها را هدا میکنم اولتر از همه به مرحومه مغفوره بیبی مریم ملقب به کوکو جان، همسر عمویم غلام نبی خان چرخی، بنیانگذار دبستان آموزشی برای اولاد صغیر خانواده چرخی در زندان و بعداً به همه مادران دودمان چرخی و مادران سایر خانواده هایی که در زمان استبداد عزیزانشان را از دست داده‌اند ولی در راه تربیت و تعلیم فرزندان خیش از هیچ گونه سعی و مجاهدت مضایقه نفرمودند. ببینید زهرا جان، یعنی مادرها بودن که به فرزندای خود رساندن. بله. پدرها که رفتن، پدرها کشته شدن. تنها خانواده ما نه، خانواده دیگر خانواده‌ای که اینجا نامشون هست. مثلا بچهای مادولی خان، بچهای میدی جان شندولی، کلی امی کسانی که هستن خود رساندن، اما اینا را مادرها تربیت کردن و فرزندانشان اما باسواد شدن. این باسواد شدن. من باسواد بله. و او هم از دستاوردهای زمان سلطنت آلزو تمام‌الله خان بود که این زنها باسواد شدن. اونا ما در اون وقت راستی اول خب مکتبا رشته بود به نام رشته اول، رشته ثانی که درس می‌خواندن. باز خانواده ها پیش آخوندها درس می‌خواندن، همین زن و مرد او وقت. و راستی بسیار روشن فکری بودن. بله یقینا. بله. خب آقای خالد صدیق، شما بسیار خدمت مهم به جامعه افغان انجام دادین. شما درس هایی برای ما یاد دادین که یعنی دیگه نگذاریم که دست استبداد مردم افغانستان به عقب ببره. البته دموکراسی امروز ما یک دموکراسی بسیار شکننده هست، اما نباید بگذارنش. بسیار تشکر، بسیار مهربان هستید. ممنون از شما. لطف کردید. بیننده عزیز و ارجمند، ما به کابل به همراه بیبی ایندیا جان، شادخت ایندیا جان به تماس شدم. اونا شروع کردن چاهای آب آشامیدنی تا حال چای دومه به اصطلاح ساختن، یعنی زحمت کشیدن سرش و به افغانستان هستن. اونا وعده کرده بودن که در ماه سپتامبر اینجا بودن، گفتن در ماه می به حفر چاهای آب آشامیدنی شروع میکنن و در این زمستان بسیار سرد شادخت ایندیا جان در افغانستان سپری کردن، با فقرا و غربا سر و کار داشتن، همیشه از اونا دیدن میکردن و خواستم این خبر خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. و همچنان به هفته آینده که من در خدمت شما نخواهد بودم و تاریخ 14 و 20 اپریل برنامه را که در هتل ردسن زمانی که مهمان انجمن خانم‌های افغان در جنوب کالیفرنیا بیبی ایندیا جان بودن، او برنامه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم و ما به دعوت آقای مسکینیار به جشنواره هنریشان به آلمان خواهد رفتم. امید است که اونا معلومدار کار خودشان خوب انجام بدن و البته انتقادات آمد که چرا خانم مجده برنده شدن و آقای فراد دریا، اینا انتخاب بیننده ها بودن، بیننده های جوانی که اما با اینترنت و فیسبوک سر کار دارن. ما هیچ وقت نمیتونیم هنرمندای قدیمی رو در یک کاتگوری با هنرمندای جوان قرار بدیم. به هر حال از رضا جان عزیز یک جهان ممنون که به اسلام رای همکاری کردن، همچنان از خانم ملال نظام، از خواهر عزیزم بسیار تشکر که مهربانی کردن این ساعت برنامه را اسپانسر شدن. دوستان عزیز و ارجمند، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. روزگار به شما خوش بگذرد.
آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.